آموزش نرم افزار انشاد. مورد بعدی PIP هستش. در مورد PIP ما میتونیم یه تصویر دیگه یا یه فیلم دیگه روی این بیاریم. خب من میخوام اینجا یه فیلم انتخاب کنم. اینجا یه فیلم انتخاب میکنیم. خب مثلا من این فیلم رو انتخاب میکنم. حالا یه فیلم انتخاب شد. این فیلم رو من میتونم هر جا دوست داشته باشم کوچیک کنم، بزرگ کنم و کنار تصویرم بالا پایین هر جا دوست داشته باشم قرار بدم یا کامل روی این مثلا اینجا رو بپوشونم به این صورت. خب و ما توی این فیلم یه سری کارهای دیگه هم میتونیم انجام بدیم. ماسک هستش. ماسکش رو که انجام بدیم ما میتونیم یه قسمت‌هایی از فیلم رو انجام بدیم. مثلا میتونیم داخل یه دایره اینقدر از فیلم مقدار از فیلم رو نشون بدیم به صورت قلب باشه و حالتهای مختلف قطره باشه. ما به این صورت این انتخاب کنم. بعد دوباره همون تغییراتی که روی عکس میتونستیم بدیم اینجا دوباره میتونیم رو فیلم انجام بدیم. هر کدوم از اینا که بخوایم استفاده میکنیم و داریم. تنظیم کردن دوباره دقیقا مثل قبل هستش داریم و اینجا این حالت انیمیشنش هستش که باز ببینید مثلا فیلم به صورتی که میخواد بیاد میتونیم انتخاب کنیم. خب من این انیمیشن رو براش انتخاب کردم اینجا که هست. بعد خب فیلممون رو میتونیم تقسیم کنیم که این حالا توی فیلم اصلی هم میتونیم استفاده کنیم. بعد هم بهش میرسیم بیایم به این صورت مثلا تقسیم میکنیم فیلمو. من با دو تیکش رو من این تیکش رو میخوام مثلا از این جدا کنم. فرض کن یه تیکش توی زمان نشون داده بشه یه تیکش اینجا. خب و یا روی این تیکه یه سری تغییرات روی این تیکه یه سری تغییرات انجام. خب اینجا یه موردایی داره که ماسک بود اینجا برش هستش. خب الان برای این فیلم نمیشه زیاد استفاده کردیم ولی برای فیلم هایی که چهره داره مثلا عکس هستش میتونیم تغییر چهره هم داشته باشیم. مثلا اینو یه فیلم دیگه بیاریم. خب من این فیلم رو میزنم هستش اینجا. حالا روش که میزنیم نمیدونیم بازی بریم پس زمینه هست شد فقط عکس و فیلم بچه. خب خب پس به این صورت ما اگه دوباره روی این بزنیم پس زمینه برمیگرده و با زدن روی برش پس زمینه رو برش میدیم و فقط عکس شخص برای ما. مورد بعدی دیگه ما میتونیم داشته باشیم اینه که توی اینجا یه آیکون دیگه داریم نورمال کروما بیشتر برای پرده سبز استفاده میشه و مثلا این فیلم رو وارد میکنیم. خب حالا این سال کروما رو بزنیم ببینید این دایره رو هر رنگی که ببرم اون رنگ هست میشه. مثلا پس بیشتر برای فیلم هایی که پشت زمینش یک رنگ داشته باشه و ما بخوایم حس کنیم استفاده میشه. مثلا من روی رنگ بنفش دادم رنگ سفید مثلا ببینیم رنگ مشکیه. خب الان هرچی رنگ مشکی توی فیلم من بود هست شد رو میتونیم کم یا زیادش کنیم. بریم یه فیلم بهتر رو بذاریم. یه تیکر تو اینجا
روی این فیلم ها الان اگه کور ما رو بزنیم این رنگ سبز رو هست الان چون سبز چند تا هست کامل هست نشده با این کم زیادش کردیم و کامل رنگ سبز هست شد و فقط گل برایش. خب اینجا بزرگ کوچیکش میکنیم. مورد بعدی تلفیق هست. شما این تلفیق ها که میزنم ببینید حالا ببین من رو این یکی امتحان کنم بهتر این رو تلفیق میزنم. خب این او به چند صورت میتونیم از این گزین ها انتخاب کنیم برای تلفیق و یا اینکه هیچ کدوم از این رو انتخاب نکنیم خود فیلم و به هر صورت که دوست داشته باشیم انجام میدیم. علامت تیک میزنیم. خب اینجا صدا هستش که ما میتونیم صدای فیلم رو حذف کنیم. صدا هست شد. صدای این فیلم هست شد. صدای فیلم قبلی اومدش. و مورد بعدی که اینجا داریم افکت صدا هستش که خب ما اگه صدا رو داشته باشیم میتونیم بهش افکت بدیم. اینجا سرعت فیلم، سرعت پخش فیلممون رو ما میتونیم 2 برابر و حتی تا 100 برابر انجام بدیم و از این سمت هم تا 0.2 برابر سرعتش رو کم کنیم. مثلا میشه که یه روی یک باشه سرعت خودش هست به سمت راست ببریم سرعت زیاد میشه و سمت هم که سرعت کم میشه. خب من رو همون یک قرار میدم و اینجا ما میخوایم این فیلم رو میخوایم عوضش کنیم برای جابجایی فیلم روش که بزنیم میتونیم با یه فیلم دیگه مثلا با این فیلم عوضش کنیم و اینجا جایگزین کنیم. اون فیلم ما با یه فیلم دیگه عوض شد. خب اینجا هم که روی ویرایش هستش باز میتونیم برای در مورد رنگ فیلم و استفاده کنیم. خب رنگ ها از اینجا مثلا من میخوام این رنگی انتخاب کنم علامت تیک میزنم که سری ویرایش ها روی فیلم انجام میشه. از اینجا هم که دوباره یه فیلم دیگه میتونیم انتخاب کنیم و جایگذاری کنیم. مثلا من این فیلم هم میتونیم بذارم اینجا. خب بخش PIP من همینجا تموم میشه. جهت دیدن ادامه آموزش این شاد کانال ما رو دنبال کنید.